سلام بچه من پاتریکم. این همون مپی که با اسفنجی داشتیم بازی میکردیم. ببین این مپ همون بدوارز خودمونه که 6 تا چیز رو میتونی توش فعال و غیر فعال کنی. یک، این جامپ بوست داشته باشیم یا نه، اسپید بوست داشته باشیم یا نه، وقتی میمیریم وسایل بمونه دستمون یا نه، لاکی بلاک داشته باشیم یا نه، هوا طوفانی باشه یا نه، و روز باشه یا شب. این یه بخش مولتی پلیر داره که 4 تا رنگ، با هر 4 نفر میتونین بازی کنین. وقتی رنگا رو انتخاب کنین میای اینجا مپا رو انتخاب میکنین. مپای بسیار خوشگل، خیلی مپای قشنگی داره. میتونی با این دکمه بزنی که زمین رندوم بیاد. دکمه رو میزنی و استارت میکنی. و یه قسمت دیگه داره سینگل پلیر که اینجا 3 نوع اژدها تو طول بازی. 2 اژدها هی بهتون حمله میکنن که 2 شاتن، از اکثرنشون با 2 شات میمیرن. این 3 حالت داره: ایزی، نورمال، هارد. اینا هم باز میتونی زمین رو انتخاب کنی. این دکمه ها رو که هارد رو بزنی وارد بازی میشی. خب امیدوارم درست معرفی کرده باشم. بچه عشق منی. خدافظ.